باز در اوله ما آقام آمد برادری ما نبود بربری ما نیستم نامبرداری پدرم بودم مادرم که این تشبس داشتن همه این چوره بینی کس آغاز کردم مادرم و مانند پدرم بزرگ بودم نامبرداری پدرم بودم امروز در بری ما نیستن افسوس میخوریم منم والنام عروسک بودم که پدرم از دنیا گذشتم و من گهواره هم نخریدم و این همه ارمان ها در دل ما همه وقت هست همه وقت منم کنجه گلم میگفتم کنجه گل دودم بودم ارکجان دودم بودم و یکم وقت فکر نمیکردم به پدر به مادر میمونم همش باشکن همه وقت نام این کس پشت پناه ما هستم همه وقت در دل ما همه نزدیکان ما زنده هستم ما این مهرشان همه وقت در دلمان هست 20 مای شهر دوشنبه آرامگاه لوچاب این روز گرامی داشت دو ستون برجسته ادبیات تاجیک مومین قناعت و لایق شیرالی بود. صبح بر وقت در فضای آرام لوچاب چهره‌های شناخته ادب، استادان و شاگردان، دوستان و یاران و هواداران شعر گردی هم آمدند. آنها با گل، با اشعار و با احساس عمیق احترام خاطره این دو شاعر ملی و مردمی را پاس داشتند. مومین قناعت شاعری که با قلم راه زیادی را برای نسل نو گشاد. لایق شیرالی شاعری که با شعر و نامش همیشه ورد زبان هاست. در محفل امساله نیز دانشجویان و محققان جوان شعرها از آثار مومین قناعت و لایق شیرالی قرائت کردند. من به خاطر روح پاک استاد که در مکتب آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک درس میگویم با جمع کلکتیو همکاران به اینجا به عیادتشون آمدم تا نوار داشته باشم در همچون صحنه تربیوی از خدمت‌های استاد بوده به طالب علمان نمایش دهم و شعرک دادم برای استاد. خوشید سحر بوسه زند سنگ مزاره این باد صبا دور نگردد ز کناره زیرا که کنار تو وجود دل خاک است آرامی ندارد ز علم تا با قراره. در آن ساعت که دلگیرم کجای مادری پیرم بیا بین مای تدبیرم که در گرداب تقدیرم سرم خواهد نوازش های دستان تو را امروز دلم خواهد نگاهی گرم چشمان تو را امروز دلم خواهد دعایت را دو دستت را چو دو بالی پرستوها به سوی قبله بکشاده خدا را از فلک ها بر زمین خوانده گسیلم کرده ای بر راه های دور سپس از پشت من گریسته ای در خود فرو مانده چی میپرسی؟ تو از من بیشتر میدانی دنیا را و قسمت را تو از من بیشتر میدانی صبح و شام دولت را ولی من هر قدر از حکمت دنیا سبق خواندم کتاب کوهنه و نو را چو بالین زیر سر ماندم فزون هست و جهانی زندگانی را ندانستم کشش های زمین و آسمانی را ندانستم که در 100 سالگی هم باز مثل کودکی پرپیچ خواهم بود ندانستم که بعد شیر پاکی تو فقط افسوس خواهم خورد. عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود این همه بی دولتی ها خوب دولت بوده است بس که از پای روان ماندیم حسرت میکنیم از پای خوبان دویدن هم غنیمت بوده است در فلک جستن ستاره صنعت است و در زمین خویشتن را گم نکردن هم صنعت بوده است آدمی بعد از زوال عمر میفهمد که عمر یک نظر بر آسمان با چشم حیرت بوده است بهترین گنجی که آدم یافت گر سیم و زر است بهترین گنجی که گم کرد محبت بوده است.
رفتم من از بری تو دیدار در قیامت رفتم من از سری تو دیدار در قیامت ای پرشکسته من مثل عقاب بگذشت هم بال و هم پری تو دیدار در قیامت. امروز روزی تولد استاد بزرگ مومن قناعت هست. ما البته استاد لایق ندیده باشیم ولی من استاد مومن قناعت خیلی نغز میشناختم، با ایشان چندین مصاحبه داشتم و با ایشان خیلی نشست ها و صحبت ها و گفتگوها و خاطره ها دارم و کسی صفحه فیسبوک من بیند اگر ده ها عکس با استاد مومن قناعت هست، چون ما خیلی زیاد و میخوردیم، در محفل ها در سفرها بودیم همراه و استاد مومن قناعت خودشون به ذات خود ایشون چی میگویند شکوه ادبیات میگفتند. واقعا یک آدم چنین شکوهمند بودند، یک پشتیبانه ادبیات و فرهنگ ما بودند. روحشون شاد باشد. من آرزو دارم که امروز مردم ما بیشتر به این بزرگا رو آرد، مردم ما بیشتر به ایجادیات شاعران بزرگمان رو آورد، به آثار دانشمندانمان روی بیارد، چون ما واقعا فرزندان بزرگ خیلی زیاد داریم و ما به اینها نیاز داریم. استاد لایق دیگر نیاز ندارد که ما استاد لایق بالای سر قبرش بیاییم و هر روز مثلا به استاد لایق گل میبیاریم، پول میبیاریم، دیگر به استاد لایق تماما اهمیت ندارد، مثل آنی که به استاد مومن قناعت، مثل آن که به استاد ساتم الغزاده، به جلال اکرامی و به دیگر بزرگایی که در اینجا هستند. ما به اینها نیاز داریم. ما نیاز داریم که در یک حالت‌های مرکب زندگیمون به ایجادیات اینها مراجعت کنیم. ما نیاز داریم که گره‌های پرمعمای معنوی مونه، ما نیاز داریم که یک دوره‌های مشکل زندگیمونه، دوره‌های مشکل معنوی زندگیمونه از با مطالعه ایجادیات این بزرگا آسان کنیم و زندگیمونه رنگ دیگر بخشیم، چون ادبیات یکی از وظیفه‌هایش این به زندگی ما معنویات وارد کردن است. روح این دو بزرگمرد شاد بود و در برابر اینها همه این استادان و عزیزانی که اینجا خوابیدن روحشان شاد باشد. هرچند این دو شخصیت ادب پرور امروز دیگر میان ما نیستند، اما سخنشان، اشعارشان و فلسفه زندگیشان تا حال با ما و در قلب مردم باقی است. آنها رفتند ولی آثارشان مانده است و هر بیتی نوشته آنها تا حال به قلب نسل‌ها راه می‌یابد. سمانی عبیدالله، دوشنبه، پرس TG.